وسیله نقاشی من همین مداده، یه پاکن، یه کاغذ آچار، هیچ وسیله دیگه ندارم. یعنی شما از نقاشا برید ببینید وسایلشون چجوریه. من هیچ، حتی آخر که سایه میخوام بزنم که این خیلی وسیله هست تو نقاشی، خیلی من دیدم ابزارشون، هیچی بلد نیستم اصلا، ندیدم، آموزش ندیدم. حتی موی سفید رو وقتی تو نقاشی میخوام در بیارم از تو کاغذ در میارم، مداد سفید ندارم، بلد نیستم مداد سفید، از تو خود کاغذ موی سفید در میارم. و سایه زدنش هم آخر با دستمال کاغذی یا یک کمی پنبه با دستم. من دیدم یه فرچه های اسمشون با اون چیزا میزنم، من یه دستمال کاغذی رو با انگشتم سایه میزنم. وسیله من همینه. اینا که تو هنر هستن رنج خیلی میبرن اما لذتشون خیلی بالاست. شما ببین یه دونه ترانه اگه من گوش کنم از یه خواننده، اصلا شما باور نمیکنید حالم عوض میشه، اصلا درونم عوض میشه، تمام احساس یه حالتی. ولی من میبینم اطرافیانم فرقی زیاد هیچ، خودم میبینم اون چون دارم حالا بعضی اوقات میگن خاموشش کن حوصله، ولی من یه موسیقی گوش میکنم خیلی لذت. گاندی رو کشیدم، در حین کشیدن نقاشی گاندی چندین بار بوسیدمش چهرهشو. خانم گفتش که چقدر میبوسی اینو، هیچ کدوم به خاطر انسانیتش، شخصیتی که واقعا کم نظیر دنیا، یک انسان واقعی. من یه مریض داشتم بهم گفت دکتر 20 میلیون تومان منو بکش، پول داره خیلی. گفتم نمیکشم، سکرترم شاهدم، نکشیدم. هر چی بخواید میدم. گفتم من فقط چهرهای شاخصی که دنیا معروفه میکشن، دوستم از بر بچه‌ام کشیدم. اگر من تو سیم استفاده بودم یه دونه نقاشی رو اون کسی که باید بکشم میکشیدم به من گفتم، یعنی تو فقط بکش، ما تمام ایران میشناسن، مثلا 5 روز تمام ایران میشناسن، ما این کاری میکنیم بشناسن. فورا میبرم این تلویزیون تهران رو نکشید، دنبالش نبودم. یه دونه از شاه کشیدم، یه دونه از خمینی، دوتاش هم بی نهایت زیبا شده، ولی خب نتونستم بذارم دیگه، گرفتار هر دو طرف. من میخوام که مسئولین و مردم مزاحم کار من نشن، همین. یعنی من اگه بردارم خمینی رو بکشم، یه عده اونوریا اگه شعار رو بکشم، بده این وریا. من میخوام چهره بکشم، عقیده سیاسی خودم اینجا بذارم کنار، اصلا من بتونم چهره رو بکشم، بحث توش نباشه دیگه، حرف توش نباشه. شاه و خمینی کشیدن، نه مثلا